دوستان عزیز مخلصان فوتبال دسته‌های فوتبال کوکتاشی رودکی و خوجند را استقبال بگیرید. مخلصان عزیز خواهش میکنم از برخیزید سرود ملی تاجیکستان صدا میدهد. السلام علیکم بینندگان گرامی مخلصان بازی فوتبال. این شروع مقر رو میبینید بار اول در تاریخ لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی چپای تاجیکستان در ورزشگاه طور اینجا گفتن کوکتاش آرینا و پیشتر نفتیانیک بازی چپای تاجیکستان با این دسته‌های لیگ عالی برگزار میگردد. صاحبان میدان دسته کوکتاش که امروز با پیراهن‌های سرخ در میدان هست مهمان خود صدرنشین جدول چمپیونات امسال موسم نو فوتبال تاجیکستان خوجند را به حضور میپذیرد. حالا یک لحظه هست برای گرفتن صورت‌ها برای هر دو دسته و بعداً بازی هم آغاز میشود و این کفکبی ها رو میبینید اینجا در نوعیه ها گراندن بازی های چمپیونات تاجیکستان خیلی گوارا هست با اینقدر مخلصانه که حالا داد میگند و و ما هم امکانیت نمیدیم که حیاتی دسته ها رو به شما شناس کنیم. خب قبلا باید گفت که پیش از آغاز این بخوری در اینجا یک سرود درباره دسته کوکتاش هم صدا داد که آن هم خیلی غلطی بود. کسایی که در این ورزشگاه هستن این سرود رو شنیدن و امکان پیدا شد این سرود رو هم به شما میتوانیم پیشکش کنیم. اما حالا دوستان گرامی بیاید با حیات این دسته ها شناس شویم و اولا بیاید بگیم که این دسته ها در کدام موقع در موسم سال 2018 جایگیر شدند. خب فوتبالبازان دسته خوجند مهمان این بخوری از 6 بخوری که دایر کرده است در 4 بخوری غلبه کرده یک بازی را مساوی انجام داده است
و یک باخت دارد و 12 گل زده است و 6 توپ را از دروازه‌اش گرفته است. 13 امتیاز دارد و در صدر جدول طور گفتیم قرار دارد و یگانه باختی که این دسته دارد از دسته چمپیون تاجیکستان، چمپیون ششکرته تاجیکستان اسماعیل دوشنبه می باشد و همچنین باید گفت که کوکتاش هم یک باخت دارد و این باخت هم محض از استقلال دوشنبه است. حالا دوستان گرامی، در این لحظه‌ای که می‌بینیم سرداور وخوری برای شروع کردن این بازی آماده می‌شود، اما شما هم با هیئت دسته‌ها طور گفتم شناس می‌شویم. امروز مهمانان خوجند با چنین هیئت به میدان آمده است. دروازه‌بان الکسی ماتروسوف تحت رقم 88، محافظتگران منوچهر احمدوف 22، دلیرجان توخترسونوف 24، خورشید بیکنظرов 19 و فردوس چقالوف رقم 5. رقم 27 در خط میانه بختیار چوریف گفتم رقم 27. رقم 6 عبدالصمد حاجیبایف، رقم 12 حسن رستموف و رقم 1 حکمت الله رسولوف. حملهگران دسته فرهاد طاهروف و همچنین رقم 11 و اینچنین طرز دوستان گرامی میبینیم تحت رقم 62 جهانگیر در میدان حضور دارد. جهانگیر ارگاشف عضو دسته منتخب تاجیکستان و حالا در این لحظه هایی که میبینیم صاحبان میدان زود به پیش میروند و حالتی نه قدر خوب هرچند بود اما محافظتگران دسته خوجند اولین هجوم برخوار صاحبان میدان رو اینجا شکستند و حالا قاعده بازی هم ویران شد. در اینجا فوتبالبازان دسته کوکتاش یکمین قاعده ویرانکنی رو به عمل آوردند. در خط احتیاطی این دسته همچنین بازیگران هستند. اینجا دلشاد دادابایف، دمیر عظیموف، فرقت حسنبایف، عادل جونز و دلشاد جان کریموف. هر لحظه که این بازیگران به میدان آمدند بعد با آنها از نزدیک شناس خواهیم شد. سرمربی دسته نومان یوسفوف با او مربی کلانی دسته شهرت عمروف مشق میزنند. حالا هجوم دسته صاحبان میدان بسیار حالات خوب برای نازنین و اینجا ببینید اوهو نوریبک ابراهیموف لگندر این دسته یک حالت بسیار موافق را به عمل آورد اما محمد شریف سید خواجه از زدن گل محروم شد و نتوانست ضربه زند به این توپی که بسیار مفید بود. حالا باز عبدالرسول رحمانوف ضربه میزند. عبدالرسول رحمانوف اولین ضربه کنجی الکی هم زده شدند ولی اینجا طوری میبینیم توپ از میدان بیرون شد و میمونان توپ را به بازی میدارند. کبوت پوشان دسته خوجند و دویمین خطاکاری ها از جانب فوتبالبازان دسته صاحبان میدان به چشم میرسد. خوب درباره هیئت دسته هلو کوکتاش چیزی نگفتیم. امروز بار اول در هیئت این دسته مرادالله سعیدوف به حیث دروازه‌بان به میدان آمده است. رقم 30 همچنین احتم خولبایف کاپیتان دسته تحت رقم 17 در میدان هست. رقم 7 عادل بابانظرов، رقم 4 ارتور پرینس ارتور حالا با توپ است و خیلی آرامانه و پیش حرکت میکند با صورت تیز و مجبور میشود اینجا فردوس چقالوف که زده توپ را از میدان بیرون کند. رقم 18 سیراج‌الدین گلمرادوف، رقم 99 عبدالرسول رحمانوف، رقم 19 باز یک لگیونر دیگر از گانا ایدان اوکران، رقم 6 محمدعلی صادقوف و رقم 10 شاهنظر نظروف. اینا 4 نفرانی بودند که در خط میانه دسته کوکتاش بازی میکنند. حالا باز هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش باز یک امکانات برای محمد شریف بود اما به توپ نرسید و توپ از میدان بیرون رفت. خب رقم 63 شما توریدید محمد شریف سید خواجه و به حیث لگیونر در این هیئت بازی میکنند در دسته کوکتاش و باز یک لگیونر آخری این دسته نوریبک ابراهیموف تحت رقم 31 حالا ارگاشف جهانگیر از کنار راست بسیار یک نفر رو خوب فریب میدهد، توپ را به خفا میپرتاند، امکانیت
دیگر برای فوتبالزن دسته خوجند و حالا اینجا اولین بار مرادالله سعیدوف دروازه‌بان دسته کوکتوش این توپ رو خوب داشته گرفت. عبدالرسول رحمانوف باز عبدالرسول با توپ نایل شده است با عادل و نهایت توپ رو زده میگیرند. اوکران هم با توپ در مرکز صاحب میشود. محمد علی صادقوف با اوکران الحال درباره حاجی احتیاطی این دسته چی نمیگیم. یک هجوم دیگر و اینجا حالتی غیری بازی طرز میبینیم. اکمل بوریف یاوری اولی دوور در بازی امروز نشون میدهد که دو نفر بازیکنان دسته کوکتوش در حالت آفساید قرار داشتند. خب گفتیم نادربک ابراهیموف رقم 31 در هیئت احتیاطی این دسته با حافظ خالقوف دروازه‌بان، عزیزبک سلطانوف، فخرین سفرزاده، اصیل جان منصوروف، محیدین عادلوف، محمد جان رحمانوف و جمشید مرادوف قرار دارند. سرمربی دسته علی جان تردینظروف، رئیس دسته محمد گل گولایف. خوب سردار دسته رو می‌دونید بوی محمد شامرادوف در قسمی در وقتی که لیگ اول بود. حالا باز یک خطاکاری از جانب دسته کوکتوش. این سومین خطایی هست که فوتبالزن دسته کوکتوش صاحبان میدان صادر میکنند. برای زدن این ضربه حالا بازیگران دسته خوجند آماده میشند. اینجا بختیار چاریوف در نزد توپ هست. بختیار چاریوف بسیار ضربه های خطرناک هم دارد و فوتبالزن دسته خوجند آهسته آهسته با سوی دروازه نزدیک میشن. محافظه‌گران اونجا همسر راست ضربه و گل. اولین ضربه خطرناک و اولین گل به ثمر می آید. بختیار چاریوف دوستان گرامی و در دقیقه ششمی این دیدار به زدن گل مشرف شد. همین طریق هم می رویم 1-0 بختیار چاریوف دقیقه ششم. خوب فوتبالبازان صاحبان میدان شاید این لحظه رو امیدوار نبودند، اما آن چیزی که بود به عمل آمد و اکنون باید بازی زیبای پرشدت رو ما و شما خواهیم دید. زیرا طوری من به شما گفتم این دسته ها باری اول اصلا ببینید دسته کوکتوش در میدان بازی میکند که طبیعی است و از این پیشتر دسته کوکتوش بازی های خود در میدان های صنعی. دسته های کوکتوش خوجند شده شد. گل رو رقم 27 بختیار چاریوف زد. خوب اعلان رو هم شدید. دسته کوکتوش گفتیم بازی های خود در میدان صنعی بیشتر دایر کرده است و گفتیم باری اول در این ورزشگاهی که طبیعی است برپا میکند، ولی باری اول ورزشگاه هم خیلی یک خوب اینجا ببینید حالا توپ تماما از میدان بیرون می رود. گردی ورزشگاه پوشانیده شده است. حکومت نویه هم برای خوب برآمد کردن این دسته کوشش زیاد میکند. خوب درباره علاقه ما درباره همه روبروی دسته هم گفتیم و امید است که دسته کوکتوش که حالا مخلصان زیاد اینجا ورزشگاه رو پر کردند با نتیجه های دلخواه در موسم امسال در اولین شرکتش در چمپیونات تاجیکستان خواهد رسید. حالا ببینید رحمانوف یک ضربه به سوی دروازه، اما در اونجا الکسی ماتروسوف ایستاده است و برای این دروازه‌بانی که خوجند گرفته است این ضربه ها آنقدر خطرناک نخواهند بود. خوب بیشتر میخواهند توسط جهانگیر ارگاشف بازی کنند و ما پیش از آغاز این وخوری با مربیان دسته ها هم وخورده بودیم. این دوستان گرامی گفتن ممکن است یک رقابت دو بازیگر که در حیط یک دسته دو مرتبه چمپیون تاجیکستان شدند، هم نومان یوسفوف و هم علی جان تردینظروف در یک دسته بازی کردند با نام ستاره دوشنبه و دوستان گرامی هر دوی این سرمربیان این دسته ها در حیط دسته ما ستاره دوشنبه دو مرتبه عنوان چمپیونی را به دست آوردند. از طرف دیگر بوی محمد شامرادوف هم سردار دسته
کوکتوش یک جای با این بازیگران در حدی دسته سیتورا بازی کرده است. خوب در حدی دسته سیتورا باز امروز من اولو ندیدم اینجا توری نظرف هم هست که توری نظرف گفتم. خب تو اون دمه که اولو من میبینم اینجا حضور دارد اهلدین توردیف هم در حدی دسته سیتورا بازی کرده بود. یعنی این سه نفر بازیگرانی که در یک دسته بازی کردن امروز در سهم گذاری دسته کوکتوش کمک میرسونن. خب الکسی ماتروسوف در همه بازی‌های دسته خوجند از اول تا به انجام بازی کرده است و از دروازه‌اش 6 توپ گرفته است. خوب این نه قدر زیاد است. ما درباره این سندها یا آمار سخن هم خواهیم گفت، ولی بیاید بر رفت این بازی توجه کنیم. طرز از این حالتهایی که حالا ما بینیم چقالف با یک صورتی بلند پرینس اینجا هست و توپ زده از میدان بیرون میکند. طرح بازی دسته ها چنین است. نیمان جان یوسفوف همچنین طرح 4-4-2 را انتخاب کرده است و در این مورد علی جان توری نظرف هم همین طرح بازی میکند. 4 محافظتگر، 4 بازیگر خط میانه و 2 حمله‌گر. درباره موقع دسته خوجند به شما گفتیم. در زمینه اول کوکتوش 6 بازی گذرانیده است، 2 غلبه کرده است، 3 مساوی دارد و 1 باخت. نتیجه توپایش 7-7 است و شاید یکی از سبب‌های در بازی امروزه بازی نکردن محض بهاوالدین خالقوف همین باشد. بهاوالدین خالقوف دوستان گرامی در 6 بازی که کوکتوش گذرانیده است در هیئت اساسی دسته به میدان آمده بود و امروز محض این دروازه‌بانی که حالا توپ رو برمیگرداند اینجا مرادالله سعیدوف در اولین شرکتش و در دقیقه 6 دقیقه توپ رو از دروازه‌اش بیرون آورد. من درباره هیئت داوران به شما چیزی نگفتم و نوبت اون هم فرا رسید که با داوران آشنا شده باشیم. داور در بازی امروزه در مرکز نیکروز عمرف است از باختر. نوروز توپ را با بازی می‌دارد. نوروز رستموف و اینجا کاپیتان کوکتوش خوب بازی کرد و توپ را برگردوند. اینجا احتم خلبایف بود و هجوم محمد شریف است. اینجا محمد شریف با عادل بازی می‌کند. نه، محمد شریف یکی را فریب می‌دهد اما با او خلل وارد می‌کنند. رحمانوف پرتافتش با کاپیتان احمدوف با احمدوف علیخترش برخورد و احمدوف این توپ رو زده از نزد دروازه‌شان دور کرد و هجوم دسته خوجند اینجا قطع گردید. خب گفتم من با شما این دسته کوکتوش 9 امتیاز دارد، در زمینه چهارم قرار دارد. 9 امتیاز هم چون کلوب مرکزی ورزش ارتش صاحب است اما 1 توپ بیشتر سر داده است و در زمینه پنجم کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب درباره جای دوم و دیگر جای‌ها بعدا خواهیم گفت. خدمتی رو میگیم که امروز دسته استقلال هم بازی دور ششم رو برپا میکرد با دسته برقچی. این بازی کمی به وقتتر شروع می شود و برقچی استقلال هنوز 2 خال رو از دست داده است با 1 مساویش، چون که از 5 بازی در 4 تاش غلبه کرده 1 مساوی دارد و در زینه دوم با 13 امتیاز با خوجند برابر هم هست. توپ از میدان بیرون می شود و فوتبالبازان دسته مهمان خوجند توپ رو به بازی می دارند. فردوس شخالوف اینجا صدای مخلصان رو ما خوب میشنویم دوستان گرامی که حالا برای بازم بهتر شدن روحیه فوتبال بازانشون دسته رو دستگیری میکنند. ارگاشف است اینجا. خب اینجا نزدیک است، ما رو هم میشنوند و یک بار بعد اون که دستگیری میکنند صدای دوره و دمبره هم به فلک پیچید. خب کاپیتان دسته صاحبان میدان اولا خلبایف احتم توپ رو با رحمانوف پارتی از محمد علی صدیقوف با رحمانوف و مجبورن که توپ رو به خفا پرتویند. بابونظرف خوب استفاده برد. حالا در فوتبال میگن که وقتی توپ اولین رو زود با دروازه میزنی اون وقت دیگر اداره کردن بازی
осонтар мешавад, аммо ман фикр намекунам ки дар бозии имрӯза инро мо эҳсос кунем. ҳоло боз як қариб Наврӯз Рустамов ин нишонзади беҳтарини чемпионати имсоли Тоҷикистон аст. 5 гол ба дарвозаи ҳарифон додааст ки ин нишондиҳанда дар садри ҷадвал ӯ қарор дорад ва ҳаминро ҳам бояд гуфт ки баъди ӯ Шеридин Бобоев ва Ҷаҳонгир Эргашев аз дастаи Хуҷанд ӯ ҳам бо се голӣ дар зинаҳои баъдӣ ҷойгир шуданд. алҳол хати ҳимояи дастаи Хуҷанд хеле олӣ бозӣ мекунад. бубинед Хуҷанд метавонад дигар ҳолатҳое ки ба вуҷуд меоянд истифода барад. аксари бозигарони дастаи Коктош ба пеш мераванд барои он ки ҳисобро баробар кунанд, аммо хати дифои онҳо каме ҳам заиф мешавад. инро мо аллакай чанд бор дидем. дар муқобили Фарҳод Тоҳиров қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. ин аз чорумин хатоҳое аст ки тимбозони дастаи Коктош ба вуҷуд оранд дар ҳоле ки Хуҷанд ягон иштибоҳе накардааст ва ё худ як қоидаситезиро ба амал наовардааст. бори дигар мебинем ки Бахтиёр Чориев чигуна зарба мезанад. Бахтиёр Чориев дар гузашта бозигири Регритада аст, Равшани Кӯлоб ва дар чандин дастаҳои дигар бозӣ кардааст. алҳол мо оморҳоро тартиб дода истодем ва дар оянда хоҳем гуфт ки кадом бозигар дар ин даста кадом даста бозӣ карда буд, чанд гол зад ва ё дар кадом мавқеъ пойдории ҳунарнамояш ҷойгир шудааст. зуд ба пеш инҷо касе нест. Маҳмадшариф ба тӯб инҷо баръакс Шоҳназар Назаров буд, ба тӯб нарасид ва ҳуҷуми ҷавобии футболбозони меҳмон як хатои дигар Эргашев вало хатои худро инҷо хуб бартараф мекунад бозигари Сироҷиддин Гулмуродов, бозигари хати муҳофизи дастаи Коктош ва Маҳмадшариф бо Окран дар марказ аст ва Хуҷанд ҳам инҷо як хато мекунад. як хатои Хуҷанд ҳам ба назар гирифта шуд. дастаи Коктош чӣ гуна ба ин зарба ҷавоб мегаронад? дар ази дастаи Коктош аслан мо пештар дидем ки Маҳмадшариф зарбаҳоро ба иҷро мерасонид. баъдан хуб инҷо Абдурасул ҳам чанд маротиба зарбаҳоро ба иҷро расонидааст, вале зарбаҳои Маҳмадалӣ Содиқов ҳам бесобиқа ҳастанд, яъне он гуна зарбаҳое ки ӯ ба иҷро мерасонад хеле сахт ҳам ҳастанд. хуб тавре мебинем як хатои дигар маҳз аз ҷониби Бахтиёр Чориев, муаллифи голи ягона дар бозии имрӯза ва ҳоло боз Бахтиёр тӯбро аз даст дод. ҳунарнамои Нодирбек Иброҳимов рақами 31 легионери o'zbekistonии дастаи Коктош бад нест. як гузариши хуб дошт ва Коктош футболбозони дастаи Коктош метавонистанд ҳисобро боз кунанд, аммо бартараф накарданд. Маҳмадшариф инҷо хеле оқилона инҷо бозӣ мекунад. бозигари дастаи Хуҷанд Хуршед Бекназаров ва ҳоло ҳуҷуми ҷавобӣ бисёр бо суръати тез инҷо зарбаи бисёр ҳам хуби Ҷаҳонгир буд. инҷо Ҷаҳонгир бисёр бо як гӯем маҳорати баланд аз муҳофизатгарон гузашт, аммо зарбааш каме хато рафт. агар не мо голи дуввумро ҳам дида метавонистем. меҳмонон дар сафи пеш ҳастанд. 1-0 шумо гузориши моро аз варзишгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ тамошо мекунед. варзишгоҳи хеле хуб, ҷои нишастҳояш ҳам мувофиқ ҳастанд барои тамошои бозӣ. майдонаш ҳам бубинед, сабзааш ҳам гуфтан мумкин аст ки хуб аст. аъло набошад, хуб ҳам ҳаст, аммо хуб инро аз нуқтаи назари боз нозирони бозиҳо баҳогузорӣ хоҳад шуд. инро мо хоҳем дид. хуб ман дар бораи бозигарони оғоз кардам, дар бораи доварони бозии имрӯза гуфтам. Никлос Умаров аз Бухтар, Акмал Буриев ба кӯмак мерасонад, Комил Раҳмонов аз Ҷайҳун ва Абдурашид Муродов довари эҳтиётӣ аст. комиссари бозӣ Сафар Каримов, нозири доварон Баҳром Сайдуллоев. хуб инҷо дар наздикии ман нишаста ҳастанд чанд нафар аз Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам. хуб дар фикр мекунам дар таъйин намудани доварон ин вазифаи онҳо аст. мо чизе гуфта наметавонем, аммо фикр мекунам ки дар баробари аз як ноҳия таъйин кардани ҳам нозири доварону ҳам довар ин шояд хато аст, чунки
قاعده فدراسیون فوتبال جهانی چنین حالت ها رو نمیداد. خب به هر نحو حالا ببینید دوستان گرامی اینجا یک خطاکاری از جانب دست خوجند، این دومین خطاکاری فوتبال بازی دست خوجند است و حالا اوکراین در نزد توپ هست و این توپ رو باید با اجرا رسوند. کوکتاش رو با پیش میخونند. 4-5 نفر بازیگران اینجا هستند. ضربه زده می شود. خوب نه آنقدر خوب این ضربه و از میدان بیرون می شود. ایدان اوکراین بازیگری دسته منتخب جوان گانا است. در اینجا گفتیم آرتور پرینس هم هست. دو نفر از گانا هستند. امروز در حیط دسته خوجند ما اگل جونز رو نمیبینیم. او هم لیگانر از کشوری گانا هست ولی فکر میکنم که نمان یوسفوف محض او را در حالت ضروری به میدان خواهد آورد و شاید پیت او هم همین است که در صورت در قفا موندن یعنی گل زده توانستن او به میدان می آید. اما از اجرای گل زدن الکی فوتبالبازی دسته خوجند بر اومدن. نه حملهگران بلکه بازیگر خط میانه توانست بختیار چوریف با شدن حساب سزاوار گردد. چون به جدول مسابقه نظر میکنیم دوستان گرامی خطلان بختر هم بعد غلبه غیر چشم داشتش در شهر ترسوزاده برگرفت از با حساب 1-3 یک بار با زینه سیوم برآمد. 10 امتیاز دارد. فوتبالبازی جوان در این دسته بازی میکنند و در مرحله دوم باز ما خواهیم دید که این دسته چگونه ناوگانی ها و فاجعه های را به بار خواهد آورد. به هر نحو درباره کوکتاش گفتیم کلوب مرکزی. حالا باز یک ضربه دیگر چقالوف است. ما گل های فردوس چقالوف رو در چمپیونات تاجیکستان در موسم سال گذشته در دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پومر خیلی زیاد دیده ایم و فکر میکنم که در این دسته هم حالا باز امورها هستند. ما درباره امورها هم خواهیم گفت و خواهیم گفت که فردوس امسال در فردوس چقالوف الحال در هیئت دسته خوجند مؤلف گل نشده است. بغیر از اون در جام سوپر جام تاجیکستان که برگزار شده بود او یک گل به دروازه دسته اش زد و یک گل دیگر به دروازه میمونون. حالا رحمانوف بسیار خوب میزند و یک ضربه میزند. ماتروسوف با دشواری این توپ را برمیگرداند. بسیار هم عجیب بود این ضربه که حالا عبدالرسول رحمانوف از کنار راست ضربه زد و ضربهش هم عالی بود. حالا محمد شریف به سوی دروازه ضربه میزند. محمد شریف سعید خوجه ضربه او و تو به دست کاپیتان دسته برمیخورد ولی بازی مقابل دیگر داور اجازه میدهد که بازی ادامه کند. بیا یک اصولی پشت پای از جانب محمد علی صادق و ضربه محمد شریف اونقدر سعید خوجه خوب نبود. یک بازیگزاری خیلی زیبای کوکتاش رو با اینجا دیدیم. خوب یک گرفهمی بازیگران احساس کرده می شود. هم محمد شریف هم عبدالرسول و در اینجا در این حالتی که ما دیدیم تو با دست کاپیتان دسته خوجند برخورده بود. خب به هر نحو این رفتی بازی است و شاید این رفتی بازی امکان نداد که داور این قضیه رو برای گذاشتن ضربه پنالتی را ببیند، زیرا که توپ خوب در وقت بازی با دست رسیدنش ممکن است در حالتی که اگر توپ رو با دست نگرونی. خب این بازی ادامه دارد. بازی خیلی جالب و شوق‌آور. عبدالرسول رحمانوف باز با پیش میرود. عادل اینجا با اوکراین در صف پیش طوری میبینید فوتبالبازان دسته خوجند بسیار یک موافقت خوب میکنند. بسیار عالی حالت غیر بازی بود برای ارگاشف و اینجا جهانگیر ارگاشف در حالت فراد تویروف کمی بر وقتتر این توپ رو با پیش پرتافت فلان که میتوانست که کمی یک ایست نماید تو که جهانگیر از حالت غیر بازی رها یابد، اما این طرف نشد. باز هجوم بیشتر فوتبالبازان دسته کوکتاش کنار راست را استفاده میبرند. این به سبب نیست. اینجا رحمانوف است که محض همین بزفت آورنده و تشکیل کننده هجوم با سرعت تیز هست.
باز عادل ضربه بزن از دور، نه فریب بده دو نفر رو. باز یک آج دیگر برای او نمیگذارن که ضربه زند و در نتیجه توی پرتوفتش به عبدالرسول نمیرسد. اما اینجا خوب بازی میکند این بازیگری عادل بابا نظرف. عادل بابا نظرف که از بازیگرانی خیلی خوبی دسته کوکتوش است. و نظرف باری اول از کناری چپ بازی کردند. حالا در حقیقت کنار چپ بازیگران خیلی کم هستند و آن رو باید استفاده برد. تو بر میگردد با کوکتوش. باز عبدالرسول رحمانوف با محمد شریف کاپیتان خوجند رو خیلی خوب گذاشت. با عادل توپ رو میپرتاید نادربک با نادربک ابراهیموف و توپ از میدان بیرون شد. نادربک ابراهیموف زوده ازبکستان است. سال تولدش هم 1993. بازیگر جوانی امیدبخش. حالا باز گفتم ممکن است که با دسته ها در حیث دسته های زیاد بازی کردنش ممکن هست. ضربه کنجی حالا فوتبالبازان دسته خوجند نزدند در برابر یک ضربه کنجی که فوتبالبازان دسته کوکتوش به عمل آوردند و اینجا هم یک فشار یک تلدیهی جای داشت. خب به هر نوع بازی ادامه دارد. خوجند با پیش می رود اما این بعد هم طوری می بینیم حملگران با این توپ نمی رسیدند چون که خیلی دور بود. خب در برای موقع زینه پنجم پامیر 6 بازی گذرانیده است. 2 بازی با غلبه، 3 بخوری مساوی و 1 باخت دارد و این باخت قسمی جداشون از دسته استقلال هم هست و دوستان گرامی نو امتیاز در زینه پنجم ریگریت از بعد این باختی که از خطلون در میدانش صادر شد. البته فوتبالبازان این دسته میتوانستند حالا در زینه چهارم باشند ولی با همون 8 امتیاز باقی ماندند. 2 غلبه، 2 مساوی و 3 باخت. 10 بر 9 10 گل زدند و 9 گل از دروازه‌شان گرفتند. 9 توپ. پنجره جلالدین بلخی در زینه هفتم است. 7 بازی، 1 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت. 5 توپ زدند و 11 توپ گرفتند و نهایت نتیجه غیر چشم داشت از دسته منتخب جوانی تاجیکستان در سیمای برقچی حصار. 6 بازی، 1 غلبه حالا با دست نامده است. 1 مساوی تنها و 5 باخت. حالا باز امروز با استقلال بازی دارد. این بازی چگونه جمع بست بشد ما شما خواهیم دید. عبدالرسول رحمانوف باز کناری راست بسیار عالی. محمد صادق خالی بود اینجا توپ رو با نادربک میپرتید و نهایت محمد علی هم با این توپ صاحب میشود و باز با پیش میروند. ضربه خوب با سوی بازیگری دسته خط میانه محمد شریف و توپ آرامانه اینجا الکسی ماتروسوف این توپ رو با دست خود میگیرد و حالا گویم توپ رو با باز میدهد. خوب ماتروسوف دوستان گرامی این بازی هفتمش است. 540 دقیقه در میدان بود و او رو یکم بار خوجند رول عوض نکرده است. خب بازیگر ممتاز رو چی باید چی عوض کرد. حالا یک پرتاب دیگر خوب است با نوروز رستمov بسیار هجوم کننده خفناک است. خوب نوروز رستمov رو میدونیم بیشتر در خطای گوناگون بازی کرده است نوروز رستمov و امسال در خط پیش هرچند در خط میانه بازی کرد اما نتیجهش چون حملگر است. حالا باز یک هجوم دیگر فوتبالبازان بسیار عالی و گل. نظرو دقیقه 28 خب این مخلصان را ببینیم. مخلصان چگونه مخلصان اینجا دوستان گرامی حساب برابر است 1 بر 1 و باز بازی هم جالب تر خواهد شد.
دقیقه 28 و صاحبان میدان حساب را برابر میکنند. پیشرف با جای اول خوجند با دسته نو دبیوتانت لیگ اولی بازی میکند. خوب شور مغل در ورزشگاه است و شهر دادن هم بسیار هم گفتم آسان است، چون که همین تقویت میبخشد وقتی که در ورزشگاه مخلصان خیلی زیاد هستند، وقتی که توجه به بازی خیلی زیاد است و این باعث دستگیری هم هست. خب اکنون بازی برابر و بازی باز از نو شروع می شود. در حالی دسته خوجند اینچنین بازیگران تختسونف هم این بازی هفتمش است. 489 دقیقه بازی کرده است، همگی در یک بازی او رو عوض کردند. حالا باز ارگاشف و اینجا توپ زده از میدان بیرون میکنند و در زدن ضربه های کنجی برابری 1 بر 1 است. یک ضربه کنجی از جانب کوکتوش و یک ضربه کنجی حالا فوتبالبازان این دسته به اجرا میرسونند و خطرناک خواهد بود، چون که اینجا بختیار چوریف است. بختیار چوریف بسیار خطرناک توپ رو ارسال میکند. در مورد دیگر حالا محافظتگری دسته صاحبان میدان لد برداشته است و به او باید کمک تیبی رسونده شود. مخلصان مانده نمیشوند. مخلصان خیلی خوب حالا اینجا کوکتاش میگن خیلی خوب است. دوستان گرامی نسبت به توجه نسبت به دسته کوکتاش از اون خاطر میگم که مخلصان خیلی زیادی این دسته در صفحه های اجتماعی هم درباره هنرنمایی دسته اشون با قناعتمندی ظاهر میکنند و بعضی نفرانی که در کشورهای دور از تاجیکستان کار فعالیت میکنند در روسیه آماده هستند که به این دسته کمک کنند، چون که در صفحه فیسبوکی آنها من خواندم که میخواهند برای این دسته یک سامانه نوی تشکیل دهند و دستگیری هم کنند. خب حالا ضربه زده میشود و این ضربه رو ببینیم بختیار چوریف چگونه اجرا میکند. اینجا محافظتگران توپ رو برمیگردونند و طوری میبینیم باز با توپ فوتبالبازان دسته خوجند سیراج‌الدین گلمرادوف بود. سیراج‌الدین گلمرادوف این توپ رو برگردوند و باز هجومی دسته میمونان فرهاد طاهرов بسیار توپ رو بیشتر به خود مایل میکند و کوشش میکند که با هنرهای ریبدهی خط محافظت رو در خطر گذارد و از آنها گذارد. حالا باز یک پرتاب دیگر پرتاب به اجرا میرسد و پرینس با یک دشواری این توپ رو برمیگرداند. باز بختیار حکمت الله و باز گل. اینجا حالت غیر بازی نبود و جهانگیر ارگاشف دوستان گرامی مؤلف گل دوم دسته خوجند میگردد. 2 بر 1 بسیار گل خوب هم بود. اینجا گفتم ممکن است که دوستان گرامی حالت غیر بازی وجود نداشت از اینجایی که ما قرار داشتیم هرچند دقیقه 32 وخوری چی حالت بود این رو گفتن نمیشد، اما بحثی فوتبالبازان دسته کوکتاش ادامه دارد. 2 بر 1 میمونان به صفی پیش بر اومدند. جهانگیر ارگاشف این بازی هفتمش است در حیز دسته. از همه مثل الکسی ماتروزوف 540 دقیقه در میدان بود، یکم بار عوض نشده است. این گل سوم جهانگیر است. 2 گل زده بود، این گل سومش را به نشان رسونید. جهانگیر همچنین یک کارت زرد هم دارد. از بازیگران بسیار هم سرعتناک بازیگران مشهوری هم تاجیکستان هم هست. یک جوانی هست که با تمکین و بازیش هم بسیار عالی. خب خوجندی ها باز یک خطای صادر میکنند و اینجا به سوی دروازه آنها ضربه جریمه‌ای تعیین می شود. ایدن اوکراین با محمد صادقov در نزد توپ قرار دارند. فکر میکنم که اگر همین بازی همین طور هم رود ما در این وخوری
گل‌های از همه زیاد رو در چمپیونات امسال خواهیم دید. خوب این البته پیشگویی است، نه اینکه خوب نظرف اینجا حالا عادل بابا نظرف ضربه زد، ضربش خطا بسیار بلند از میدان به بیرون می رود. اصلا اگر با حیث دسته خوجند نظر کنیم، قسم زیادی بازیگرانی که باری دسته رو به پیش میکشند امروز در میدان هستند، از جمله بختیار چوریف هم است. تو این زمان یکم بار عوض نشده است و در حیث دسته همه بازی ها رو تا به انجام در میدان بود و هنرنمایی کرده است. حالا فوتبالزن دسته کوکتاش، اوکران، عادل بابا نظرف و اینجا باز قریب خطا شده بود، اما باز عادل بسیار یک خوب خود رو در خطر میگذارد، اما این توپ رو با دستش بر میگردوند. با ایدان اوکران بازی میکنند، پرینس رو هم با این هجوم با پیش میخونند و گفتم خطی ماس هجوم کوکتاش از کنار چپ ثمر آورد و حالا باز اینجا شاهنظر نظرف مؤلف گل جوابی، گل یگانه گلی دسته کوکتاش، باز نظرف دو نفر رو فریب میدهد. خوب ملکه خوبی گزارش دارد از بازیگران و در مورد آخر ببینید محافظتگران توانستند توپ رو از نزد پا زده به بیرون میدان فرستند. محمد شریف کناری راست حالا خولی است با احتم، با کپیتانی دسته. امروز احتم در حیث دسته وظیفه کپیتانی رو اجرا میکند. رحمان بسیار عالی! واو، این حالت رو چگونه گل نزدن ممکن است. نادربک با توپ نمیرسد. ابراهیموف لگنر ازبکستانی با ضربه دومی کنجی بشود از کنار چپ میدان و محمد شریف اونجا هست. فکر کنم که محمد شریف بازیگذاری نمیکند، اما توپ رو با راست با میدان نزد دروازه پرتد، اما اینجا دلیر جان توپ تصنیف هست که این توپ رو برگردوند. منوچهر احمدوف هم دوستان گرامی در حیث دسته خوجند یگان بازی رو تا حال مثلا پسی سر نکرده است، یعنی از اول تا به انجام بازی میکرد. 540 دقیقه در میدان بازی کرده است به تعویض. باز کناری راست رو استفاده میبرند. اوکران بابا نظرف بسیار خوب اینجا بسیار هنری خوب نشون میدهد. محض همین 99 رحمانوفی دسته کوکتاش امروز یکی از گفتم ممکن است این بازیگرانی الحال خوب. والا باز ارگاشف فراد در اونجا هست، تو به فراد پرتوفته میشد، اما پرینس ارتور پیش روی این توپ رو صدر روی توپ میشود، حرکتی توپ میشود. خوب اینجا توپ از میدان بیرون شد. خوب حسن رستموف هم دوستان گرامی در 5 بازی و پورگی بازی کرده است، تنها یک مرتبه عوض کردند او رو. 520 دقیقه در میدان هنرنمایی کرده است و شماره توپش رو الکی گفتیم. از خوجند از 12 گل زده است، 5 گل با حسن رستموف راست میاد. ببخشید با نوروز رستموف، من کمی اینجا با اشتباه رو دادم. نوروز رستموف این بازیگر دسته خطلون است که ماهرانه بازی کرد و در صدر گویم نشون زد و قرار داد. اینجا حسن رستموف بازی میکرد. کمی اشتباهی من معذرت میخوام و به هر نوع حالا چون دیدم اینجا حسن رستموف حالا با زدن گل مشرف نشده است. او در یک بازی عوض شده است و دیگر در همه بازی ها شرکت می‌ورزد. ایدان اوکران بابا نظرف یک پرتاب دیگر با شونظر، اما اونجا شونظر خیلی قفا بود. ماتروسوف در جای خود هست.
حکمت‌الله رسولوف هم این بازی پنجمش است که در حیاتی دست بازی میکند. از این 5 بازی یک مرتبه او رو عوض کردند و یک مرتبه او نفر دیگر رو عوض کرده است. همگی 259 دقیقه در میدان بازی کرده است و امروز از اول در میدان هست. محض نما یوسفوف با او باوری دارد. بازیش الحال خوب است. نادربek دلیر توختاسونوف تجربه به او می‌کمد که این توپ رو از نزد پای لگنری ازبکستانی کوکتاش بگیرد. بابانازارov یک پرتاب دیگر به محمد شریف توپ رو برمیگردونند. هولبکوف پرینس شاهنظر نظروف باز محمد شریف. خب فکر میکنم درباره بازیکن دسته خوجند الحال ما در قسم اول با شما خواهیم گفت و بعدا در قسم دوم درباره بازیکن دسته کوکتاش هم خوب در چون گفتیم اینجا فوتبالزون دسته خوجند ولو خطا میکنن. اینجا از چقلف بود نادربek توپ رو گرفت اما ببینید بسیار هم چوریوف خوب بازی میکند. بختیار چوریوف خطا اینجا از جانب رستموف. حسن رستموف هجوم کنار چپ بسیار حالتی خوب برای نادربek با رحمانوف. یک ضربه دیگری عالی بسیار هم ضربه خوب بود به سوی دروازه اما اینجا محافظتگر خوب این لحظه ها رو محض همین بازیگر خوجند دلیرجان توختاسونوف پشت سر میکرد. چندین لحظه خطرناک رو محض همین محافظتگر از صدر راه شد و توپ رو برگردونید. بابانازارov رحمانوف باز عالی بازی میکند و دروازه‌بان در جایش است الکسی ماتروسوف. خب توپ هفتمش رو ماتروسوف هم از دروازه گرفت. بغیر از این بازیگران باز کی در اینجا بازیگرانی هستند که تنها به میدان اومدند. مثلا ببینید فرقت جان حسنبایف امروز در میدان حضور نیست ولی او در 5 بازی به میدان اومده است. او بال نادربek بسیار سراسیمه شد اینجا. محمد شریف سراسیمه شد از اون خاطر که شاهنظر نظروف خیلی قفا مونده بود. موقع خود رو خیلی تیز عوض میکند چوریوف. گاه از کنار چپ و گاه از کنار راست به کنار راست گذشته است. در نواد خود ببینید محافظتگری دسته خوجند ولو محض کاپیتان که ولو برای این توپ بریزه برد. ببینید سرعت رو ببینید از رحمانوف چگونه او از نوروز و از کاپیتانی دسته میگذارد. 3 نفر را فره بده عالی و اگر این گل بشد و اگر این گل میشد یکی از بهترین گل ها بود چون که 3 نفر رو گذاشتن. 2 نفر بازیکنان دسته منتخب تاجیکستان رو از جمله هم حسن رستموف و هم منچر احمدوف اینا بازیکنان دسته منتخب تاجیکستان بودند و هستند و طور دیدیم خیلی خوب بازی هم کردند و عبدالرسول رحمانوف عالی بازی کرد. هر دو این محافظه‌گران رو فریب داد. حالا باز فوتبالزون دسته حالت غریبازی برای جهانگیر بود. حالت غریبازی هست اینجا شکی نیست و دوباره باید با اعتراض ارتور پرینس باید گوش دهد چون که یک برخورد با جهانگیر بود. در بازی‌های گذشته حالا باید گفت که دوستان گرامی دسته های هم خوجند و هم دسته کوکتاش در بسیار بازی‌هایی که برپا گردیده است محض بازیگران بهترین از هیئت این دسته ها پذیرفته شدند. در این باره هم خواهیم گفت. حالا باز هجوم کوکتاش برهم خورد. حسن رستموف با فرهاد طاهرov و پرینس. ببینید اینجا خطاگی از جانب پرینس هست و داور چی میگه؟ مرادوف
البته یک طور من فکر میکنم که اینجا ارتور پرینس محض جهانگیر رو ببینید با اینجا جهانگیر بله اینجا ناگزیر است فکر میکنم کارت زرد برای هر دوی این بازیگران شاید. حالا ببینیم داور چه قضیه. بله داور کارت چی میگه ارتور پرینس کارت زرد. بله جهانگیر هم باید کارت زرد. بله درست است. آفرین برای این عملی که داور حالا کرد. باید بله یک بار دیگر باز یک ناراضگی دیگر از جانب جهانگیر و کارت سرخ را هم خواهد دید. ناترسانه برآمد میکنند و باید دوستان گرامی گفت که درباره داوران هم معلومات زیاد است. این داور بازی امروزه ما نیکلاس عمرف این سومین بازی است که در چمپیونات تاجیکستان در بین دسته‌های لیگ اولی حکمی میکند. پیش از این عجیب آن است که ما از همین داور هم بازی کوکتاش رو حکمی کرده است و هم بازی دسته خوجند رو. حالا هجومی دسته فرهاد طاهرов خوجند توپ رو از نزد پایش میگیرند زود به پیش میروند برای نادربек این توپ رو صاحبی میکند. محمدعلی صادقов بسیار عالی یک باز گرفت و خطا از جانب کاپیتان دسته خوجند منوچهر احمدov در مقابل نادربek ابراهیمov. خوب چی است اینجا محمدعلی صادقov با رقم 21 حکمت الله رسولov یکدیگر را نمیفهمند. خب این بازیگرانی هستند که با هم دوست هستند دوستان گرامی در سالهای زیاد در چمپیونات تاجیکستان بازی میکنند. اما خب داور چی باید کرد چی قضیه هست البته اینجا بازی بسیار هم جلو از دستی داور برآمدنش ممکن هست. از این خاطر باید پیش فعالی یا خود خطاکاری این بازیگران رو باید گرفت. یک مرتبه او کارت‌های زرد رو نشان داد با بازیگران دسته هم کوکتاش و هم اینجا بازیگری دسته خوجند. اما اینجا باز یک کارت زرد دیگر رو باید اینجا ما دو کارت زرد دیگر رو باید میدیدیم اما نشد. خوب به هر نحو این با داور وابستگی از در این باره ما چیزی نخواهیم گفت اما باید تماشا میکنیم. حالا ضربه خطرناک دیگر این پنجمین خطاهایی است که دسته خوجند صادر میکند و این نوبت محمد شریف در نزد توپ است و محمد شریف این ضربه رو به اجرا میرساند. محمد شریفی سعید خواجه ضربه یک پرتافت عالی به سوی حملگران ایدن اوکراین اما به تیاری ضربهش بود و توپ از میدان بیرون شد. خب دوستان گرامی در اینجا قسم اول به انجام میرسد. ما و شما یک بازی نهایت جالب رو تماشا داریم. حساب 2-1 است به نفع مهمانان دسته خوجند. حالا این دسته ها به تنفس میروند. لحظه های گل های این واقعه در قسم اول ما حالا منظور شما میگردیم و در قسم دوم گزارشمون رو باز ادامه خواهیم داد.